جانم فدای تو، ای مادر عزیز که جانم فدای تو، قربان مهربانی و لطف و صفای تو. یاد دارم لحظه های کودکی را، وقتی که در آغوش گرم تو بر سرم دستی نوازشکارانه در این دنیای فانی هدایت هم می نموده. اما کوچک بودم، عقلی نداشتم. میخواستم از این محبت دوری بجویم و خود تازان دوان راه بگردم و جوانی بگردم که برای تو همیشه یک پشتیبان باشم. خب واقعا هم مادران عزیزند، مادران ارزنده وصف و ستایش هستند. انمین سرود تازه‌ای که از جانب غزال عنایت پیشنهاد شما گردید برای کلی مادران دنیا بخشیده می شود و چون امروز روز مادران است و ما نیز آغاز برنامه را با همین کلمه زیبا شروع نمودیم و اینک باز دیدار به دیداری هم رسید و درود میگوییم عزیزان. چهره برنامه ما هستند یکی از سراینده های شرق. واقعا هم در یک مدت کوتاه چنانه که ما یادآور شدیم محبوب دل همگان گشتند. امروز نیز با خواهش و درخواست شما مهمانی برنامه سبک هستند. خوش آمدید غزال و شما را به روز مادران سراول تبریک میگیم. در چهره شما تمام مادران تاجیکستان عزیز و تمام مادران جهان را نیز تبریک میگویم. بگذار همیشه سایبانی سر ما فرزندان باشند و چون نورهای آفتابی همیشه گرم و صمیمی برای ما مهر و محبت عطا نمایند. جهان سپاس. مادر مقدسترین واژه و پاکترین نامی که با یک دست گهواره و با دست دیگر جهان را می جنباند. مادر کسی است که در پهلوی مسئولیت هایی که در خانواده داره در شغلای دیگر هم برون از منزل مصروف است. با وجود از که در تربیت فرزندان خود سهم داره، سهم بسیار بارز و ارزنده داره، در دنیای بیرون هم 50% با مردها در پیشبرد امور زندگی و کارهای بیرون مشغول است. بگذار از طریق برنامه بسیار زیبای سبک این روز مقدس و خجسته را برای همه مادرای عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم و آرزو میکنم که همیشه صحتمند و سربلند باشین. روزتان تبریک. شما از انمون سرگذشت و مثلا خاطره های شیرینی که با مادر داشتید کمی قصه کنید. برای من نیز عجیب است، برای بیننده های تلویزیون سفینه و فکر میکنم برای کلی مخلصان شما عجیب است. جهان سپاس، تشکر. قسمی که شما گفتین من قبلا هم در مورد مادر خود البته در برنامه شما صحبت کردم. نه تنها مادر ما بلکه من فکر میکنم همه مادرای عزیزی که فرزندای خود بزرگ میکنن همشان قهرمانایی هستن که اولاد خوب و یا فرزندای خوب بر جامعه تقدیم میکنن. مادر ما هم در جمع همون مادرای خوب یک خانم است که من اولین قهرمان خود اونا را فکر میکنم، چون امروز غزال را که شما میبینین و در پیش روی شما است همش از برکت مادرم است. اگر تشویق اونا نمی بود، اگر اونا مرا در این راه و یا در این عرصه تشویق نمیکردن و دلداری نمیدادن، شاید امروز غزال نمی بود. من همیشه مدیون احسانشان هستم، بر علاوه از اینکه مرا بسیار با ناز و با چی میگن با نوازش دقیقاً با مهر مادری بزرگ کردن در پهلوی از او، بسیار جرأت دادن مرا و گفتن که اصلا دختر و پسر فرق نداره، هر دوش در جامعه اگر جرأت داشته باشن، اگر با دلیری پیش برن، فرق نداره مرد و زن. و برای می کارشان من واقعا اونا را ستایش میکنم و از قلب دوست دارم. ما میخوایم بفهمیم که همیشه نصیحت مادر همچون مادروار برای غزال از جانب مادرش چی بود؟ من فکر کنم مادر هر لحظه که اولادش یا کودکش از خانه بیرون میشه یک نصیحت خود داره، ولی نصیحتش که همیش به یاد من همی است که هیچ وقت ناامید نشی و همیش کوشش کنی که انصاف داشته باشی در هر کار، هر کاری را که پیش میبری انصاف داشته باشی. همین دو چیز داشته باشی، فکر کنم که همه چیز دیگه خوب میشه در زندگی. خب شما به خاطر که اینقدر مادر خود را دوست می‌دارید، اینقدر احترامش میکنید، با یک صمیمیت گپ میزنید که واقعا شما دوستدار مادر هستید. میتوانید سراول برای مادر خودتان و برای کلی مادران یگان ترانه زیبای بسرایید؟ یک شعر براتون میسرایم، قبلا زمزمام کردم، امی قسمت شوای بندش به بسیار دوست دارم. میگه گر بود اختیار جهانی به دست من،
گر بود اختیار جهانی به دست من، می ریختم تمام جهان را به پای تو. ای مادر عزیز که جانم فدای تو، قربان مهربانی و لطف و صفای تو. سخنهای والا پرمضمون. غزال، ما از انمون محبوبیت، از انمون شهرت، نفوذ و آن مقام مرتبه‌ای که در یک لحظه کوتاه به غزال دست داد الکی واقف گشتیم. واقعا اندیشه های زیبا کرده بودند در برنامه قبلی مخلصانتون و این نوبت ما اندیشه نمیگیریم و تنها همون محبوبیت و شهرت غزال رو در نزد قدر و احترام منزلت مادر میخواهیم بسنجیم. ما میخواهیم غزال لحظه راوی برنامه سبک گردد و مادران عزیز رو، مادران گرامی رو، مادرانی که واقعا به ما محبت بخشیدن، به ما پیروهای زندگی رو راهنمایی کردن و ما امروز به وای رسیدیم، میخواهیم همون قدر و منزلت مادر رو از جانب غزال بشنویم همچون راوی برنامه. شروع میکنیم. گرمترین سلام هایم نثارتان باد عزیزای دل. امیدوار هستم صحت و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. غزال عنایت هستم و امروز ما راوی و یا برنده برنامه شما هستم و برنامه امروز ما به مناسبت روز مقدس و خجسته مادر است. مادر مقدس ترین کلمه است و یا پاک ترین نام است که با یک دست گهواره و با دست دیگر جهان را می جنباند. مادر است که قهرمانان را تولد کرده است. مادر است که مقام والا و بلند داره که همه سر تعظیم به او دارند. مادرای عزیز ما در پهلوی ازی که در تربیت فرزندانشان مشغول هستند، یک رول دیگه هم در جامعه و یا در اجتماع دارند که شانه به شانه با برادرای خود و یا با مردای عزیز کار میکنن و یا اجتماع را پیش میبرند. مادرای عزیز ما در رشته‌های مختلف کار میکنن، مثل هنر، آوازخوانی، نوازندگی، انجینیری، دکتری، خلاصه هر رشته‌ای که شما میبینین که یک مرد میتونه کار کنه و یا ایفای وظیفه میکنه، خانمای عزیز هم در رشته کار میکنن. سر تعظیم برای همه مادرای عزیز. دوستتان دارم. روزتان خجسته بود. هرچند ما آگاه بودیم که غزال روزنامه‌نگار بود، اما واقعا احساس نمی‌کردیم به این درجه روزنامه‌نگاری در سطح عالی باشد. لطف شماست. شما با یک مهارت بلند، با یک استعداد والا سخن گفتید. امروز مهمانی برنامه ما هستید و باز به تاجیکستان عزیز دوباره اومدید. غزال، چون امروز روز مادران است و ما باور داریم شما نیز روز مادر خواهید شد و یک از مادرانی میشوید که واقعا مهربان، حلیم، خاکسار، شیرین زبان و همون دوسترکان خود را در روحیه انسان دوستی و خویشتن شناسی به وی میرسونید. به همین خاطر من برای شما یک خورش آماده میکنم. نمیدونم تا کدام در اندازه از او درش میبرایم. خوب کوشش میکنم. باشد؟ خب من میروم برای آماده کردن خورش. چی آماده میکنین عمر جان؟ غزال بانو، ما برای شما یک نمود خورش آماده میکنیم. برای سالمی خیلی فایده آور است. تا کدام اندازه خوب میشود نمیدونم. خواسته باشین ما بیایم شما را همکاری کنیم یاردم. ما میخوایم برای شما همین خورش تیار رو پیشنهاد کنیم. اگر که شما خواهش داشته باشید و به من کمک کنید اشکالی نداره. حتما. خب بیننده های عزیز، ما اینجا برای غزال بانو یک خورشی با لذت آماده میکنیم. غزال بانو خواستن که ما رو کمک کنن. ما خواهش اونها رو به بعد میگیریم. بیارین هم کار سخت شما بکنم. با غزال همین گونه خورش رو پیشنهاد میکنیم. شما نیز میتوانید از آن در خانه خود استفاده برید. برای آماده کردن خورش ما کمی مرغ بریان، سیب، زنبورغ، نخود سبز، مایونز، پنیر به ما لازم است. سر اول ما همون مرغ بریان رو ریزه کردیم. از بالای آن باشد غزال بانو سیب رو از تراشه گذراندن، زنبورغ رو همراه میکنیم. بعد از آن نخود سبز، بعد از نخود سبز مایونز رو همراه میکنیم. یک جا آمیخته مینماییم. خورش ما زود تیار است. من این خورش رو من آماده کنم. شما برای ما یگان سرود خونید که باز همون الهام من دوباره آید و من خورش مزه‌دارتر بیه. خورش مزه‌دارتر بیه. دامن دامن برای تو گل چیدم، تا دیدن تو به خود نمی گنجیدم. تو نغمه کنان گذشتی رفتی، اما
از سوی تو یک حرف هجا نشنیدم، از سوی تو یک حرف هجا نشنیدم. من خنده کدم غمزه کدم دیده ندیدی، فریاد زدم تو را بگو یا نشنیدی. دیوانه کدی بنده کدی به یک نگاهی، برداد دل و دیده چارم نرسیدی. تشکر زیاد غزال. برای اونی که من کارم رو ادامه تیم، شما یک زایل خوندید که من انمون با صدای شیرین شما باز دوباره مفتون شدم، از کار خود ماندم. خب میخواهم بفهمم که این سرود را غزال برای کی سروده باشن و سوی کی خنده کردن؟ امروز چون روز مقدس و خجسته مادر است، این آهنگ تقدیم میکنم برای همه مادرای عزیز. ولی این آهنگ اگر شما شخص خاص به نظرتان باشه که ما برای سرودیم، اینطور نیست. برای همه علاقه‌مندای آوازم، همه کسایی خب غزال بانو، من سخن شما رو میبرم بچه خاطر که شما خوب است که همین روز مادران است، مادران بهونه شده و به خاطر مادران گفتید. هرگاهی که ما اگر این گونه سوال‌ها رو به شما پیشنهاد کنیم، شما دویمو یک راه میابید و میگریزید. شاید بوده که سال بعد یگون همون چشم سیاهی که دل غزال رو بوده باشه. خب من قبلا هم در برنامه شما گفتم زندگی بدون عشق و محبت نمیشه، ولی ما نمیخوایم مشخص بگیم که عشق چی است. عشق میتونه کارت باشه، عشق میتونه به پدر و مادر باشه، عشق میتونه به وطن باشه، عشق میتونه به یک شخص چشم سیاه باشه گفته شما. خب ایرا بقدر به دیتیلزش نمیریم، فقط همین قدر میخوایم بگویم که ما فعلا سخت علاقه به هنر و آوازخوانی خود دارم و میخوایم همین کار خود به وجه اصلا پیش ببریم. باز خدا مهربان است، هنوز جوان هستیم. خب ما نیز آرزو داریم که به همون تمامی آرزوهای دل خود برسید، به قله‌های بلند ایجاد. خب غزال بانو، ما اینجا به بیننده‌های عزیز یادآور می‌شویم که چون ما در طربخانه نوای ده که با همون نقش و نگارهای ملی آماده شده است، برنامه خود را به نوار گرفته ایستاده ایم و مینتداری خود را به آنها میرسونیم و چون ما به اون خاطر غزال رو به اینجا دعوت نمودیم که باز یک بار دیگه به همون هنر، به همون نقش و نگارهای ملی تاجیکی از نزدیک شناس شود، از نزدیک دیدن نماید. میخواهیم اندیشه شما را پرسیم شویم. عموما نقش و نگار ملی، عموما هنرهای ملی تاجیکانه به شما چگونه پسند است؟ واقعا جذاب است، واقعا دلکش است. ما با مجرد که داخل شدم فهمیدم که بسیار یک جای زیبا، بسیار دیزاین دکوریشن بسیار مقبول شده. تاجیکستان در کل یک کشور زیبا است، کلچر زیبا داره، کلتور زیبا داره. از همه بهتر یک چیزی که ما بسیار خوش میشم داخل تاجیکستان میایم امنیتش است. همه مردمش در امان هستند. واقعا ما از مهمان نوازی مردم تاجیکستان، از کلتورشان، از کلچرشان که خیلی نزدیک به مردم افغانستان است، همیشه لذت میبرم و دوست دارم. هنگامی که ما به شما سخن دیم، انمون رشته سخن رو کنده نمیتونیم. غزال دور دراز سخن میگه. واقعا از انمون استعداد، از انمون چوست و چالاکی غزال درک میدهد. در برابر این قدر زیبایی خود باز انمون سر و لباسی زیبا به تن میکنید. این همه زیبایی، این همه پیراهن زیبا، این همه انمون طرحیزی، سر و لباس شما رو کی به نقشه دارد؟ لطف شماست، تشکر. سلامت باشین. تنها لباس و طرح و دیزاین خودم نه، بلکه همه کارهای هنری ما، هر چیز ما که وابسته به هنر و آوازخوانی است، همه چیزی که شما میبینین در وجود ما، قیام انترتینمنت در رول بسیار بارز داره. اینا حتی آهنگای ما، کامپوزای ما، شعرهایی که انتخاب میکنم برای آهنگایم، به اصطلاح یک تیم بسیار قوی همراه ما است که قیام انترتینمنت و رامین منصور است که ویدیو کلیپ‌های برای اونا میسازند. همین گونه است. هر نفر در تنهایی نمیتواند که مثلا در جدای موفق گردد. البته سرجمی دوستان، همون سرجمی گروه ایجادی شما است که امروز شما توانستید محبوب دل همگان گردید. و اینجا به بیننده‌های عزیز یادآور میشویم که البته غزال عنایت به برنامه ما با دستاویز آمده است، البته با سرودهای تر و تازه. تشکر زیاد غزال با یک سرود پرمضمون، با یک سرود واقعا هم تاثیر بخش. مثل همیشگی غزال فعال است و کوشش میکند در همه ژانرها، در همه
анамун соҳаҳо сурудҳо тавлид кунад барои мухлисонаш. суруде ки шумо хонда будед тамошо карда будам тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ. дар он ҷо шумо бо як маҳорати баланд, бо як маҳорати хоса нақши модарро бениҳоят хуб иҷро кардед. зани пиронсоле шудед ки шумо низ фикр мекунам ки дар пириятон ана мегуна зебо мемондаед. لطف شما زنده باشین. تشکر. من اول تشکری میکنم از دوستای عزیز، از علاقمندای عزیز که از طریق برنامه تماشا میکنن که ما را پذیرفتن. واقعا ما اینچنین انتظار را نداشتم که قبول بکنن و قسمی که ما قبلا در سایت های اجتماعی گفتیم که این برگرفته از یک داستان حقیقی است. یک خانمی که البته در کشور زیبای تاجیکستان زندگی میکنن ولی ما متاسفانه نمیتونم افشا بکنمشان، برای از گناه نخواستن نامشان افشا شود. این سرود برگرفته از زندگی حقیقی از اونا است که واقعا من بسیار زیاد شیفته شدم وقتی که اونا داستان حقیقی زندگی خود گفتن که چگونه در انتظار عشق و محبت خود بودن و هم از زندگی خود به اصطلاح فدای عشق کردن که واقعا در شرایط فعلی اصلا تصور نمیشه که کسی به او رقم هم باشه. دیگه این آهنگ الهام گرفته از امی است و خوشبختانه بسیار استقبال خوب شد. تشکری میکنم و یک جهان سپاس که شما یاد کردین. سلامت باشین. چگونه توانستید همون هنر رو، همون مهارت رو، یا اینکه کارگردان به شما مجبور کرده؟ به خدا هیچ کار به مجبوریت نمیشه ولی واقعا تشویق از اونا همیشه است. هر کاری که میشه در هر نقشی که میشه باید از دل پیش برم. امی است وقتی که هر کار از دل بخیزه به دل میشینه. یعنی که غذا گفتنی است که از دل سر آید و به دلها را یافت. واقعا. و در امو لحظه که من نقش یک خانم پیرزاله که تقریبا 50 ساله یا 55 ساله است بازی میکردم، من در جای یک خانمی که به بو رقم تمام زندگی خود فدای عشق کرده و در امو حالت قرار داره، باور کنید من از دل امو احساس داشتم. فکر کنم به مو خاطر به دل نشسته. ما که سرگرم صحبت شدیم علاقه خورش من نزومده شد. غزال بانو شما از زمین خورش ما یک بار نچشیدید که چگونه شده است؟ حتما. بفرمایید. سلامت. من کمی در حراسم و فکرم تماش خوب نیست. شوخی کردم. بسیار بامزه. شما یک زدی رفتار کردید اینجا احساس کردید که غزال نیز مهارتی هنرمندی نیز دارند. یک لحظه مرا در هیجان فرا گرفت که غزال حالا میگوید که عمر جان شما نتوانستید. خب به خاطر اونه که من بفهمم شما در حقیقت راست میگویید نه، من همین خورش خود یک کمی میچشم. قبل از اینکه شما بخورین دوستای عزیز، شوخی ما فقط برای یک لحظه اکتینگ کردم که عمر جان کمک خواتیر بسازم. واقعا بسیار بامزه، بسیار مزه‌دار و اولین بار است که من یک طعم چشیدیم، باور کنین. ولی بیگانه اصلا معلوم نشد برام. با من اونقدر تمی خورش مقبول نشده. غزال واقعا هم مرا برای همچون یک آشپز ماهر به شما معرفی کرد. نه واقعا مزه‌دار بود. نمیفهم خودش چرا خوشش نمیاد مگر مزه‌دار بود. تشکر زیاد. خوب غزال بانو اینجا میگذاریم با فرجام صحبت. بار دیگر از صمیم قلب شما رو خوش آمدید میگویم و به روز مادران شما رو تبریک میکنیم و اندیشه و تمنیات شما رو بفهمیم پسان صحبت رو انجام میدیم. قبل از اینکه شما برنامه را اختتام ببخشین عمر جان، جا داره که سپاسگزاری کنم از شما که باز هم در برنامه زیبای سبک مرا دعوت کردین. واقعا خرسند هستم. در آخر همه مادرای عزیز دستایتان از دور میبوسم. روز مقدس مادر برای تک تک و فرد شما قهرمانای عزیز تبریک عرض میکنم و آرزوی صحتمندی و سلامتی همه شما عزیزا را دارم. خداوند نگهدارتان. پس از این قدر سخنهای والا، پس از این قدر سخنهای صمیمی حاجت به گفتن من نیست و همین رو گفتنی هستم که روزی مادران به کل شما مادران عزیز مبارکباد باشد. همیشه همین گونه سربلند و سرفراز باشید و در این دنیای کنونی سایبانی سر فرزندان خود باشید. و مهمونی برنامه ما بودند چهره شناخته سراینده شرق غزال عنایت و با شما خداحافظی میکنیم تا لحظه دیدار. خیر.